تمرین پیشنهادی که بهتون دارم میگم دیکته است. دیکته با کارتای بانکیشون که درست کردم از بانک کلماتی که براتون توضیح دادم. تا حالا نشانه هایی که یاد گرفتن و آبا، آب، با، بابا، باب، اب، ابا، اینا رو توی یک کنار می نویسین. بعد به بچه ها میگیم از بانک کلماتشون نشانه ها رو پیدا کنن. مثل همین نمونه که براتون چیدیم. آبا چند تا صدا داره؟ آ و ب و آ. آب، با. باید این نشانه ها رو همه رو از توی کارت کلماتشون پیدا کنن، روبروی اون کلمه ها بچینن. از یه لحاظ بچه‌های گلم حافظه دیداریشون تثبیت میشه و کلمه ها رو بهتر میشناسن و میدونن هر کلمه چند تا صدا داره. پس این کارمون چند تا هدف داره دیگه، هم صداها رو میشناسن، هم تقویت دیداری و کلمه ها رو میخونن. به شما پیشنهاد میکنم از این تکلیف رو به بچه‌هاتون بدین که صدای هر کلمه رو جدا جدا بنویسن.